نرخ گاز مایع در خوجند مرکزی ولایت سوغد در یک ماه آخر حداقل تا 50 درم بالا رفته نگرانی رانندگان و مالکان مسافربرها را به وجود آورده است. گاز مایع نه تنها در ولایت سوغد بلکه در تمام گوشه های تاجیکستان سوزشواری اساسی نقلیات به شمار می رود. به قول راننده ها در خوجند بالاروی قیمت گاز مایع از بهار امسال شروع شد و معلوم نیست که ایستگاه آخرینش کجا خواهد بود. بهار امسال یک لیتر گاز مایع 1.60 یا 1.70 درم قیمت داشت. رانندگان میگویند بالا رفتن ارزش گاز و بنزین به شدت به کار آنها تأثیر گذاشته، پیش از همه به درآمد خانوادهشان زیان خواهد رساند. چطور راست نمیده؟ یعنی قیمت سال گذشته چطور بوده این وقتا؟ سال گذشته. ما شاکرات تویمونم بیا. حدود 90% گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان آورده می شود. آن را چندین شرکت وطنی و روسیه وارد می کنند. تعیین نرخ گاز مایع نیز اساساً به تصمیم آنها وابسته است.